و شاید پدرش او را آماده کرده نیست و پدرش میداند که محبوبیت این راه رسیدن به قدرت رسیدن به قدرت است و هیچ مشکل نمی بینم که همین مردک شاید حتی پلیت تکنولوژی رو هم محمد ظاهر چی کرده است کرو کرده باشد که اونها همین کار رو برامان ایستاده باشد. این هم از احتمال دور نیست که پلیت تکنولوژ ها در چهره سوزی اسماعیل کار کرده ایستاده باشند. رنگی که در ازبکستان میرزایی به هیچ کس شناس نبود و یکی پیدا شد، همین خیلی دیگر هیچ کس انتظار از همین اسماعیل ندارد و لیکن اگر از همون محبوبیتش در شبکه ها بگیریم و همون حرکت هایش معلوم است که پلیت تکنولوژی کار کرده است. بله و این مردک آماده کرده است. حالا در آخر در ذهنم ماجرای رستم امامعلی با تقایش حسن اسدالله آمد که یک وقت سری زبان آمده بود که هر دوشان یک مشکلی داشتند و حالا این همین چیز به فکرم که به خود رستم برمیگردد که با جیان خودش در یک صحنه یک به یک با پیدا شدن این جیان شاید امروز رستم و اسدالله زاده حسن شاید امروز الکی در یک سنگر قرار داشته باشند. چون اینها تیمی کنه احتمال زیاد است که اینها یک تیم شوند در آخر.